بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، این قرآن کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را به فرمان پروردگارشان از تاریکی‌های شرک و جهل به سوی روشنایی ایمان و دانش درآوری، به سوی راه الله شکست ناپذیر ستوده. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شدید. همان الله که آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و وای بر کافران از عذاب سخت. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعید. کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و مردم را از راه الله باز می‌دارند و آن راه را منحرف می‌خواهند، اینان در گمراهی دور و درازی هستند. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنان بیان کند. الله هر کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند و او شکست ناپذیر حکیم است. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. و به راستی ما موسی را با نشانه‌های روشن خود فرستادیم و به او دستور دادیم که قومت را از تاریکی‌ها به روشنایی توحید بیرون آور و روزهای الله را به ایشان یادآوری کن. بیگمان در این امر برای هر صبر کننده شکرگزار نشانه‌هایی از عظمت الله است. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. و ای پیامبر، به یاد آور هنگامی را که موسی به قومش گفت نعمت الله را بر خود به یاد آورید، آنگاه که شما را از چنگال فرعونیان نجات داد که به بدترین عذابها شما را عذاب می کردند. پسرانتان را سر می بریدند و دختران و زنانتان را برای کنیزی زنده می گذاشتند و در این امر از جانب پروردگارتان برای شما آزمایش بزرگی بر صبر شما بود. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. و به یاد آورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام فرمود که اگر شکر گزاری کنید یقیناً نعمت خود را به شما افزون خواهم کرد و اگر ناسپاسی کنید بیگمان عذاب من سخت است.
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حمید. و موسی به آنان گفت اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید پس به الله هیچ زیانی نمیرسد و بیگمان الله بی نیاز ستوده است. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ای کافران، آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند مانند قوم نوح و عاد و ثمود و نیز آنان که بعد از ایشان بودند و کسی جز الله از آنان آگاهی ندارد به شما نرسیده است؟ پیامبرانشان با دلایل و معجزات روشن به سوی آنان آمدند، ولی آنان به نشانه اعتراض دستهایشان را بر دهانهایشان نهادند و گفتند ما به آنچه شما بدان مأموریت دارید کافریم و از آنچه ما را بدان میخوانید سخت در تردید هستیم. قالت رسلهم افی الله شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. پیامبرانشان گفتند آیا در وجود الله آفریننده آسمان ها و زمین تردیدی هست؟ او شما را فرا می‌خواند تا گناهانتان را ببخشاید و شما را تا مدت معینی مهلت دهد. آنان گفتند شما جز بشری مانند ما نیستید و می‌خواهید ما را از آنچه که نیاکانمان می‌پرستیدند باز دارید، پس دلیل آشکاری برای ما بیاورید. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. پیامبرانشان به ایشان گفتند آری، ما جز انسانهایی مانند شما نیستیم، ولی الله بر هر یک از بندگانش که بخواهد منت می نهد و او را به پیامبری بر می گزیند و سزاوار نیست که ما جز به اجازه الله برای شما دلیلی بیاوریم و مؤمنان باید بر الله توکل کنند. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. و چرا بر الله توکل نکنیم و حالان که او ما را به راههای سعادتمان هدایت نمود و ما بر آزاری که در راه دعوت به حق به ما میرسانید قطعاً شکیبایی خواهیم کرد و توکل کنندگان باید فقط بر الله توکل کنند. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. و کسانی که کافر شدند به پیامبرانشان گفتند یا شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد یا به آیین ما بازگردید.
پس پروردگارشان به آنان وحی کرد که یقیناً ستمکاران را نابود خواهیم کرد و قطعاً شما را بعد از آنان در زمین سکونت خواهیم داد. این وعده برای کسی است که از ایستادن به هنگام حسابرسی در پیشگاه من بترسد و از تهدیدم بیم داشته باشد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. و پیامبران از الله درخواست پیروزی بر کفار کردند و سرانجام هر گردنکش ستیزه جویی ناکام و نابود شد. من ورائه جهنم و یسقا من ماء صدید. همان کس که دوزخ پیش روی اوست و آبی چرکین به وی نوشانده می شود. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. آبی که آن را جرعه جرعه می نوشد و نمی تواند فرو برد و مرگ از هر سو به سراغش می آید ولی نمی میرد و عذابی سخت و سنگین در پیش دارد. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل کردار کسانی که به پروردگارشان کفر ورزیده اند همچون خاکستری است که در روز طوفانی باد بر آن بوزد که از آنچه به دست آورده اند چیزی در دست ندارند. این همان گمراهی دور و دراز است. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ای انسان، آیا ندیدی که الله آسمانها و زمین را به حق آفریده است؟ اگر بخواهد شما را میبرد و آفرینش جدیدی به جای شما پدید می آورد. وما ذلك على الله بعزیز. و این کار بر الله دشوار نیست. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. و در روز قیامت همگی در پیشگاه الله حاضر و آشکار شوند. پس در این هنگام ضعیفان به مستکبران میگویند ما در دنیا پیرو شما بودیم، پس آیا امروز شما می توانید چیزی از عذاب الله را از ما باز دارید؟ آنان میگویند اگر الله ما را به رهایی از عذاب راهنمایی کرده بود ما نیز راه را به شما نشان میدادیم. چه بیتابی کنیم و چه صبر نماییم برای ما یکسان است، هیچ گریزگاهی برای ما نیست. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. و چون کار از کار گذشت و داوری صورت گرفت شیطان میگوید در حقیقت الله به شما وعده داد، وعده ای راست و درست، و من به شما وعده دادم و در معامله با شما خلاف کردم و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود جز این که دعوتتان کردم و شما اجابتم نمودید.
پس مرا ملامت نکنید و خود را ملامت کنید. من فریادرس شما نیستم و شما نیز فریادرس من نیستید. من از این که مرا پیش از این شریک الله کرده بودید بیزارم. آری، ستمکاران عذابی پردرد خواهند داشت. و ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به باغهای بهشتی درآورده میشوند که جویبارها از زیر درختان آن جاری است. به فرمان پروردگارشان جاودانه در آن میمانند و درودشان در آنجا سلام است. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. آیا ندیدی که الله چگونه مثل زده است؟ کلمه پاک لا اله الا الله همچون درخت پاکی است که ریشه اش در زمین استوار است و شاخه اش سر بر آسمان دارد. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. میوه اش را هر دم به فرمان پروردگارش میدهد و الله برای هدایت شما مثلها میزند باشد که پند گیرند. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. و مثل کلمه پلید شرک همچون درخت پلید و ناپاکی است که از زمین برکنده شده و هیچ قرار و ثباتی ندارد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و در آخرت با سخن و اعتقاد استوار ثابت می‌گرداند و ستمگران را گمراه می‌کند و الله هرچه بخواهد انجام می‌دهد. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. آیا ندیدی آن کسانی را که سپاس نعمت الهی را به ناسپاسی بدل کردند و قومشان را به سرای هلاک درآوردند؟ جهنم يصلونها وبئس القرار. آن سرای هلاک دوزخ است و در آن وارد میشوند و چه بد جایگاهی است. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. آنان برای الله همتایانی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه کنند. بگو چند روزی از این دنیا بهره گیرید، پس یقینا بازگشتتان به سوی آتش دوزخ است. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز برپا دارند و پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروشی هست و نه دوستی از آن چه به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله است که آسمان ها و زمین را آفرید و از آسمان بارانی فرستاد و با آن انواع میوه ها را برای روزی شما پدید آورد و کشتی ها را به خدمت شما گماشت تا به فرمان او در دریا روان باشند و جویبارها را نیز در خدمتتان نهاد. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. و خورشید و ماه را که پیوسته در مدار خود روانند و نیز شب و روز را به خدمت شما گماشت. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. و از هر آنچه از او خواسته اید به شما بخشیده است و اگر نعمت الهی را بشمارید نمی توانید آن را چنان که هست شمارش کنید. به درستی که انسان در حق خیش ستمکار و نسبت به الله ناسپاس است. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. و یاد کن هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را حرم امن بگردان و من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور بدار. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. پروردگارا بیگمان آنها بسیاری از مردم را گمراه ساختند، پس کسی که از من پیروی کند بدون شک او از من است و کسی که از من نافرمانی کند بیگمان تو آمرزنده مهربانی. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگارا من برخی فرزندانم را در سرزمینی بی آب و کشت نزد خانه محترم و گرامی تو سکونت دادم. پروردگارا چنین کردم تا نماز برپا دارند، پس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان متمایل ساز و آنان را از محصولات مورد نیازشان روزی ببخش، باشد که سپاسگزاری کنند. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. پروردگارا آنچه را که ما پنهان و آشکار می‌سازیم تو می‌دانی و چیزی در زمین و آسمان از الله پوشیده نمی‌ماند. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ستایش از آن الله است که در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به من عطا فرمود. مسلماً پروردگارم شنونده دعاست. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. پروردگارا مرا بر پادارنده نماز قرار ده و از فرزندانم نیز چنین فرما. پروردگارا دعای مرا بپذیر. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگارا من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در روزی که حساب برپا می شود بیامرز. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. و گمان مبر که الله
از آن چه ستمکاران می کنند غافل است. نه، بلکه کیفر آنان را برای روزی که چشمها در آن خیره می شوند به تأخیر می افکند. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمیزنند و دلهایشان از وحشت تهی است. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. و ای پیامبر، مردم را از روزی بترسان که عذاب الهی به سراغشان می آید. پس آنان که ستم کردند میگویند پروردگارا ما را تا چندی مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوییم و از پیامبران پیروی کنیم. گفته شود آیا شما نبودید که پیشتر سوگند میخوردید که شما را فنایی نیست؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. و در مسکن کسانی که به خیشتن ستم کردند ساکن شدید و برایتان روشن شد که با آنان چگونه رفتار کردیم و از سرگذشت پیشینیان برای شما مثلها زدیم، باز هم بیدار نشدید. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. و آنان نهایت نیرنگ خود را برای مخالفت با پیامبر و قتل او به کار بردند و مکرشان نزد الله معلوم است، هرچند مکرشان چنان ضعیف و بی ارزش است که نمیتواند اسلام را که همچون کوه‌ها سر برافراشته از جای بردارد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزیز ذو انتقام. پس هرگز مپندار که الله خلاف وعده خود با پیامبرانش عمل می کند، چرا که الله شکست ناپذیر دادستان است. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. در آن روز این زمین به زمینی دیگر و آسمانها به آسمانهای دیگر تبدیل می شود و مردم در مقابل الله یگانه پیروزمند ظاهر می شوند. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. و گناهکاران را در آن روز می‌بینی که در زنجیرها بسته شده اند. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. جامه‌هایشان از قیر گداخته است و صورت‌هایشان را آتش می‌پوشاند. لیجزی الله كل نفس ما كسبت ان الله سریع الحساب. تا الله هر کس را به سزای آنچه کرده است کیفر دهد، به راستی که الله در حسابرسی سریع است. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. این قرآن پیامی برای مردم است تا به وسیله آن هدایت شوند و با آن بیم یابند و بدانند که او معبودی یکتاست و تا صاحبان خرد پند گیرند.